خب برای شروع بازی اول از همه حالا من اینا رو رفتم چند تا علامت تعجب میاد، اینا رو همه رو میزنید. یه دونه اینه، یه دونه اینجاست، داخل اینجا کلید رو برمی‌دارید، میایید میرید تو این اتاق، اینجا این دریچه رو میزنید، این بالا چند تا حالا علامت تعجبی که میبینید، سه نقطه ها رو که میبینید اونها رو میزنید، بعد وارد این قسمت بشید. اینجا با این ناخدا جلال میایید صحبت میکنید. یه دونه اول با این صحبت میکنی، با این دختره که صحبت میکنی بزنید رو گزینه آخر سومی. حالا من زدم رو این تسکم انجام شد، نمیدونم رو بقیه هم انجام بشه یا نه. یه ذره صداشو کم کنم. خب میایم حالا پیش ناخدا. با این ناخدا هم با همه چیزاشو برید. خب مثلا اولی رو رفتید برید دومی، داستانشو باید گوش بدید. دومی رو برید، حالا یکی از تسکاشونه، حالا میرید چهارمی، اینجا اولی رو میزنی، اینم آخرش اینو میزنی. حالا با میستید این بازش بیاد. خب اینجا زد کشتی رو ترکوند. خب اینم از این. خب اینجا یه صحبتی داریم با این. اینجا من گزینه دوم رو زدم، باز گزینه دوم رو زدم. اینجا یادم این فکر کنم گزینه گزینه چهارم رو میزنیم. بعد اینجا خیلی مهمه، اینجا یه چیز سبزه، یکی تسکاش همینه که برید اینو بگیرید. این سبزه رو میگیرید، برمیگردید پایین. بین این هیرو دو تا سمت چپی ها خوبن ولی ترجیحاً وسطیه چون واسه مرحله بعدی وسطیه خیلی به کار میاد، واسه مرحله دوم. همینجا اینو میزنیم و میریم واسه مبارزه هم دستتون رو کلیک که نگه دارید نیروش بیشتر میشه و میتونید قدرت تخریب خیلی بیشتری داره. مثلا میبینید با یه ضربه تقریبا نصف خونش میره. راست کلیک هم کنید همینجوری تیر پخش میزنه. حالا من ترجیح میدم یه دونه ای، دیگه خودتون میدونید چجوری بزنید. اول اونی که از دور میزنه رو بزنید، این مثلا دمیج بدی میده. اینا هم که راحت میشه زد. این گیر کرد اینجا. با شیفت هم بگیرید یهو سرعتی میره اون بر. نمیرم والا. خب اینا یه ذره حتی زیادم سخت نیست، همش باید فرار کنم. با راست بزنید که تیرتون پخشه راحت تر اینا از بین میره، چون تعدادشون زیاده دمیجشون هم کم.
حتما از شیفت هم استفاده. خب این از این مرحله میبینید هر 5 تاش خورد. این از این مرحله. میریم مرحله دوم. در از فکر کنم 5 دقیقه زده شد. میریم دوم. اگه نت یاری کنه و راحت بره داخلش پلی رو میزنیم. دو که از این راحت تر، یعنی فکر نکنید سخته. با وی پی ان های مختلف من آخر سر با یه دونه وی پی ان های اوتلاین راحت کانکت شدم. البته الان هم بکنم سرورش خلوت بشه. خب واسه استارت رو میزنیم. اینم خیلی مهمه که همین اول بازی یکی از تسکاش اینه که جون تو، یعنی این 3 تا چیزی که میاد جون تو نگیره ازت. یکی از مهمترین تسکاش، سخت ترینش همین که جونت کم نشه اول بازی. بریم ببینیم چیکار. سریع باید فرار کنید چون الان اینجا یهو ظاهر میشه. اینجا این یا دیگه اینم مرد. بدون که خونم کم بشه اینو گرفتم. حالا میریم واسه بعدی. الان یه دونه تسکیه دیگهش اینه که باید با اولین حرکت ماهی تو بگیری. ماهی گرفتن چجوریه؟ میای اینجا ای رو نگه میندازی، بعد ای رو هی باید بزنی که ماهیه بیاد نزدیک. خب با ضرب اول ماهی رو گرفتیم. اینم از این. اینجا دیگه کاری نداریم. میایم یه سر پیش اینم که دیگه هیچی. باید هی باش صحبت کنیم با دکمه ای. این سمت چپ پایینم اگه ببینید ماهی و نمیدونم چیزای دیگه داره که بخورید خونتون پر میشه. اینم از این. اینم حتما گزینه کانکت کالو بزنید، بعد اوه کالینگ تموم شد. میریم جلو. شیفت رو میگیریم سرعتی. اینجا بهمون این چیزا رو داد، با ای میزنیم اینا رو. اینا این چیزا رو المستر گرفت. خب حالا اینم میگرفتیم ولی خب بازم. الان این چیه؟ یه باش یه چت ریز میکنیم. میایم این بالا پیش همین اینجا. اونی که اونجا فعالش کردیم کالینگ نمیدونم چی میگه میتونه از این استفاده کنه و بیاد اینو بزنه. حالا یه دونه تسک اینجا داره. اینو حتما برید بگیرید. اینجا این دریچه صندوقچه رو وا میکنیم. میریم واسه جلوتر. خب بعد اینا رو هم یه ذره کلیک رو نگهدارید سریع میتونید اینا رو بزنید. هیروتون هم از من این باشه که چون از فاصله دور میزنه راحت تر اینا رو نابود میکنه. من البته هنوز به محل 3 رو وقت نکردم برم. خب میایم اینجا ایر میزنیم. باز یه دونه ای اینجا بود. من اینو برم بهش میترسم که اینو نزده باشم بعدا گیر بده. شاید اصلا ربط نداشته باشه. من همینجوری رفتم. خب میایم اینجا اینا رو هم میزنیم. ای رو نگه میداریم. یه دونه ضربه اگه بشه بهش سر
خب اینا رو هم راحت زد. اینجا یه ذره خونمون کم شده، اینو میزنیم خونمون رو پر میکنه. اینا یه ذره جونشون زیاده که راحت با این حرکت نگه داشتن از دور از بین میره. خب یه ذره خون میگیریم اینجا. وحشیه. هیچی اینجا هم چیزی خواستیم میایم این پایین. اینجا هم یه دونه دریا چطوریه. اینجا هم خواستیم اگه خونتون دیگه کم آمد ماهیه رو میگیرید که ماهی بخورید. البته شاید جلوتر لازم بشه. این چی بود؟ یه دونه هم اینجا 3 نقطه داره میزنیم میریم واسه جلوتر. یه ذره خونمون اینجا کمه، یه دونه از اینا میخوریم یه دونه دیگه میزنیم که پرش. حالا من ماهی اصلا استفاده نکردم. اینجا هم هیچی نیست. خب بریم. خب رسیدیم اصل مطلبش اینجا. بریم بالا. خب اینجا یه ذره با این صحبت میکنیم. اینجا گزینه آخر رو میزنیم، بعد دوم میزنیم، دوم بعد آخر بس. خب اینجا خب اینم زدیم و تمام. فکر کنم 5-6 خورد. حالا مرحله 3 فیلمشو میگیرم چون هنوز نزدم، راستیت میگیرم بهتون نشون میدم چجوریه.